و کاف. 1 الف 4 نقطه و 1 ب 3 نقطه. 1 الف 4 نقطه ارتفاع و 1 ب 3 نقطه. این میشه کای ساده. و کای کشیده 3 نقطه الفشه و 1 ب کشیده که مثل همون ب کشیده ای که قبلا اشاره شد. اینجا دیگه بالا نمیره. بین 9 تا 11 نقطه این طولشه. این سرکجم که ارتفاعش 2 نقطه چهاردانگه از این زیر تا این زیر و هیچی دیگه با زاویه 35 درجه نوشته میشه.